این خواهردم که اشاره قسم پروردگار عالمیان قرآن عظیم و شنگ اشاره قلده که فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. پروردگار عالمیان الله تبارک و تعالی اشاره قلده که ای عزیزانی که اگر سلر مسلمان بودن سنگر مؤمن بودن سنگر اسلامگه باید کافی داخل بومر. هر نگادن هر وجوهیدن باید مسلمان کامل مؤمن کامل بر مسلمان صحیح بوسه بر مؤمن مسلمان کامل مؤمن کامل. رسول الله علیه الصلاة والسلام حدیث مبارکه اشاره قلده که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل مؤمن کامل بر مسلمان واقعی بر مسلمان و بالآخره بر مؤمن واقعی شو مسلمانی که و مسلمانن بالآخره باشقه امت اسلامی باشقه برادرای امت اسلامی لسان مسلمانن ید مسلمانن باید در امان باشد. اما بر فعلیت زمان بالآخره bizlar که کورمز bizlarning زبانimizdan علما در امانimiz bizlarning زبانimizdan اساتید در امانimiz bizlarning زبانimizdan boshqa امت اسلامی در امانimiz bizning زبانimizdan بالآخره دوست و اندیوال در امانimiz bizlar boshqa ulamolardan در امانimiz بالآخره مدرسه اینکیندن بالآخره غیبت عالم اینکیندن غیبت بر شخصیت دعوتگر اینکیندن غیبت. با وجودی که رسول الله علیه الصلاة والسلام ایت که بر مؤمن مسلمانی کامل بر مسلمان واقعی شده که باشقه امت اسلامی باید زبانی موندن و مسلمان اینکیندن باید در امان بوسه. اما نما لحاظدن بگن علمای کرام در مقابل حدیث رسول الله در مقابل قول رسول الله صلی الله علیه والسلام بی عمل بودن نما لحاظدن در مقابل بالآخره بو حدیث رسول الله بی توجه نما لحاظدن مردم بالآخره فراست زیر